هم مردک میمونی قطعی انگار 10 دقیقه صحبت کنیم. من هر وقتی که با ینگات باشم شما در را با آدما را در همون لحظه و همون وقت پیدا میشوی. خودت مثل شفا در ماشین دراز کشیدن میشینی و شاگردان رو به طرف من روان میکنی. با کامیرا نباشن. خاموش شو داماد را گیر. اینقدر بسیار نلق کثیف گپ زنی را بین. بیا مردانه وار گپ زنیم. مردک برین. مالش گپ زن چی گپ داری؟ تو در خانه خانم سلی چیکار میکنی ها؟ باز در این نیمه شب کاری تو چی؟ مگر در این بارا با توی صحبتیم؟ کاری تو چی؟ آی تو چقدر آدمی پست و رزیل بوده ای ها؟ چهار چشمه ای بیشرف برای با خانم سلین تنها ماندن مرا فریب کردی. با من گفتی که آن دختر بیتول خواهری کلتا کلاس است. یه مردک داد نزد چی داد میزنی؟ کنی گپ تا بزن بفهمیم؟ گوش کن آخرین دفعه آگاه میکنم تو را در نزد خانم سلین دیگر نبینم. حتی اگر در اطراف خانه اش ببینم گوشهایت را میبرم. تو خودت کی هستی؟ مناسبتی که بین من و خانم سلین است و تو چی دخل داره؟ بین تو و خانم سلین چی بود است؟ گوش کن مردک کار تو چیه؟ تو ملسه که خدر پرس و پاس داری. در اصل باید من سوال دهم نه اینکه تو. مرا گوش کن در مقابل تو باشد دیوانه ایستاده است. من تو بر این مار پخی را گوش نمیکنم. مرا بیهوده دیوانه نگفتم فهمیدی؟ دیگر تو را آگاه نمیکنم. این آخرین آگاهی ام است. چهار چشمه این را دانسته باش. این همون چهار چشمه نیست مگر ها؟ با خدا که اوست. لبه تو من خانم سلی دستا با بالا. من کی را گفته شدم؟ برادر تو کی هستی؟ جان در دست سیلا داری اجازت دامن داری مگر اگر پولیس رو بینند مشکلی می شود. مردک من خودم ملیسه هستم در نزد خانم سلی چی کار میکنم؟ خانم سلی پرابلم را حل کردم تمام راحت باشم. لویت این توی نترسید خانم سلین همش در زیر نظارت من است. تا آن دمی که لوین در بر شماست با شما سلین جان عزیزم یگان خطر نخواهد رسید. آقای پلیس لحظه خوش رو ویران کرده نمیخوام اما دوست در آمده است بخونم. خیز برادر خیز یک بار دیگر در نزد در خانه سلین شما رو بینم گوشت رو میبرم. چی؟ با حالی گرفتار شده من نگر باید پینام شوم. اومده ایستادم. در جای دیز دست آمد رو بردار. ایستادم تو کیستی؟ کلی به من نگر. زهرا؟ اگر خواهی من تو را تا خانه‌ات ببرم ها؟ برم تا خانه تا برم کنه پیش درو کار خیست تمام. اویست با نغشتی خدا توبه. هم مردک کجا را نگاه میکنیم میگو که پیام باشی. توبه خانم سلین یادم جل شد. بدبخت نخواد در رمضان عرق بخوری. لوین مرا ببخش من او را دوست فکر کردم. خوب کردید خانم سلین. یعنی ممکنی بدبختی ناقص دوست هم شده میتوانست. با همه چوبکی دست زیر خانه لوین تداری خطا نفهم سلین. تشکری زیاد. خیرت که هستی. خوش میکنم سلین جان. این وظیفه ما است تا که مردم خواب رود آرام تا سحر بیدار. لوین جان شما حالا با درون در آمده درتون رو خوب محکم کنید. خوب استراحت کنید. معلوم بسیار ترسید. شب‌های خوش. وای بیا به خونه درو و تو قهوه آماده میکنم. قهوه؟ در آواز صدق سلین جان. زحمت نکشید خانم سلین جان در کار نیست. نه جونم چی زحمت یک قهوه بوده است. هم برای من شده ناراحت شدی. نه تر نگوری خانم سلین. من پلیس هستم و این وظیفه من است. که خواهد من میایم نصیب بد از توی بد قهوه رو نمیشه. زحمت نکشید من میروم.
جانم 5 دقیقه میشنیم و میروی. 5 دقیقه مدامی که این خیلی میگوید چوبکی دستتان رو یک طرفه گیرد نوین میداره. مرحمت. اپا تو چیکار میکنی از برای خدا؟ مگر تو دشمنی من هستی دستانو میکنندی؟ هیچ کار نمی کند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی چون کلتکیل با تو میگوید بیرم تو باشی بارو بند تبی در سرت میزنی بارو بند تو چی نداری؟ ای شفقت اینقدر بسیار گپ میزنی مثل خوشتامنم هستی راکت. اپا جان مگر تو خوشتامن داری ها؟ تو هستی کو با دوی ماش چی خوشت؟ یه روز سیاه خسور میگفتی آخی کلتا نامناجی یا السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیک. السلام. این زن کی است؟ جوانم من جمیله اپایزیو هستم. چی خیر؟ سردارم تمام خودتون رو از دست ندید نباید بوری. سردارم چخور نفس کشید نامید نشده. سردارم حالا نمونه من با شما بسیار کارها دارم. یک دقیقه سردارم با فکرم این نمی رود محکم شده. از یک دقیقه این اشکوف دست کو اشکوف دست از یک دقیقه از بای سرچاقتی مطمئن شما رو توضیح میکنه پیشی سینه رو دهان و بینیت رو من توضیح میکنم احتمال سردارم نمیده. تمام سردارم قریب آمد. ایش لنچه شاید جو باشد این درد جو باشد. سردارم دهانت را کشید با وسیله این نفس میکشد دندانات خیلی میقپید. یا خدایا سردارم نمید اینه تو بچه رو کده شد زیر بکنه بل نمیدونم سردارم نمیدونم سردارم بازی تلویزیون چرا ساز بکنم سردارم من سردارم گفتم من بیاد با وسیله نفس میکشید سردارم. ببخشید شما چیکار میکنید؟ وفات کرد سردارم من هیچ کار کردن نتونستم. زنده است اما شما چیکار کردید؟ زنده است؟ یعنی که سردارم نمورده است؟ بله زنده است. خدایا با تو هزاران با شکر با شما از اینجا کمتر اکسیژن روان کنم. من پلیسم یاری اول رسوندم از اینجا اکسیژن دادم و تکمچه ها زیر کردم اما هیچ چیز نشد. این بالون خالی بوده است یعنی کنی رفته بین بسری اون کلتا کلوز یکم بالا اومد. کنی رفته بین. اپا جان چی میشه؟ یک آدم کلان از درم اینجا ایست و آرام شد تو هم اینقدر بیقرار بودی؟ چورششما دعا کن که ملیسایی لباس ها در تنت نیستن وزمین میغلطن. این رسمت میغلطون دی حیوان؟ این کی است؟ دیوانه قریب بود که تو رو بگی که مشکل که میکشون آروم شو خیر گم شوه در اینجا محافظ نیست مگر روبین ما تو چه خیلی نگاه میکنم لطفاً به هیچ اول رفته در ماشین چرخ نکسن زنید بعد عملیات شروع کنه. جناب اسلامی سردارم چه خیلی است؟ مگر سردارم جزاکالله شد. سردارم لیوین با کجا رفتی؟ منو گذاشته با کجا رفتی؟ من حالا آینه دار میشدم خوب برای من خواستگاری میرم و ما بسیار کارها رو به انجام میرسونیم. آونال جان من لیوین پیش کن من دیگر زندگی کردن نمیخوام. من باید قدی تو میرفتم اونال. لیوین سفسطه نگو اکه اونال خوب است. چی؟ خوب است؟ ای دروغ راست میگوی؟ خوب است زنده است. یک لحظه اگر برای در نزد بیمارخانه برای به پون افتیدن هم دروغ گفته ایستاده باشی دهان و بینیت رو میشکنم. به من راستش رو بگو. زنده است راستش رو میگم. یا خدای تو با تو هزاران بار شکر. بیا تو را آغوش گیرم. برادر هدیه‌گیری انشالله عائله که بگیریم راضیت بکنم. اوکی؟ خوب است از جراحی برآوردن تیر رو هم برآوردن خوب است. کسی که به سردارم تیر پرانده است قسم میخورم که من انگشتان او رو میشکنم. جناب سمی ما پلیس ها با کارمون هیچگاه هیچ شاتمون رو آمیخته نمیکنیم. نباشد من کله او رو کیو کنده پرتفته بودم اما یک چیز عقل من راست نمیگیره.
مگر کی جرأتی پراندن سردارم را میکند که با این کار جسارت میکند؟ کالتاکلاس میگویند. چی؟ کالتاکلاس میگویی؟ تو رو نکشم حیاتم اونال جانم خوب هستی؟ اکای اونال چی میگویی؟ اونال چی گفته ایستاده؟ جزمه این با کی گپ میزند؟ اونال با کی گپ زده ایستاده؟ تو چی گفتن میخوای؟ او در اینجا چی میکند؟ او در اینجا چی کار میکند؟ همه این در خیالش است. به فکرم او خوب دیده ایستاده است. عزیزم خوب دیده ایستاده حقیقت ندارد میلش من در نزدت هستم نترسی. ایست خیل نکن بدنت درد میکند نکن. اپا جان تلاش نکن. یزنا مدهوش است که از همین سبب این خیلی گپ زده ایستاده است. حالا به دکتر میگوییم. جناب سمی شما باوری دارید؟ من درباره کالتاکلاس علیه لعنت همه حجت ها را دارم. او قاتل نیست، او دزد است. این خیلی کار را نمیکند. چی دانم میخیل گفتند؟ خیر مگر حیاتی سردارم در خطر است؟ آخر از جراحی برآوردند، تیر رو هم برآوردند و حالا به هوش نیست. اگر به سردارم یگان چیز شود دیگر در حیات بودن من هیچ ارزشی ندارد. آه کالتاکلاس احمقی ناشدنی خزنده نابکار. اگر تو رو وقتی دستگیر کردن با ما بس نکشم من رو لوین نگویند در اینجا نوشته میمونم. لوند ها جون لوند گپ زن. من به تو یک چیزی بسیار مهم میگویم. گپ زن شما را گوش میکنم.